دوران عزیز سلام علیکم. امروز 26 ایون یک کار رو من اجرا کردم و نوار نگرفتم. اکنون نوار میگیرم. من همین گلوس بود پیوند همین سال. من این پیونده من اینجا جوی پیوند همین سال من همین روز این رو انمخی بود بریدم. انمخی بود انمخش رو بریده پرتیدم و موندم تخمینا 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر. از اینجا من میخوام که نوده های نو گیرم، نوده های جوان تا آخری سال. از اینجا با من 4 نوده دیگر تیاد اگر بگذار یکونیم و جاب شود و چوب شود. سال آینده و 4 تا رو من میبرم 8 میشود و خدا خواهد ما اینجا با طریقی به شکل ضروری KGB میکنیم و همخیل ما بریدیم. یک پریوم دیگر هم میکنیم. من این یکم چشمش رو کور میکنیم نبراید از اینجا، دویم چشمش رو از پشتش کور میکنیم نبراید از اینجا. انا از اینجا براید اگر این خیل میرود، از اینجا میبرمد راست میرفت. خیلی تجربه کردیم، دو چشم بالا رو ما کور کردیم، میبینیم که از پایان چخیل میبراید. انا همدیاران عزیز باز در آینده این تجربه رو با شما دوامش رو نشان میتیم. باید که ما 4 تا گیریم امسال بهار، 1 تا گرفتیم حاضر تا تیر ما 4 تا کنیم نوده رو. بهار آینده 4 تا رو بریده 8 تا 12 تا باید کنیم. هرچی تستر نوده بسیارتر کنیم که تستر گلوس گیریم، میوه گیریم. همدیاران عزیز دوامش رو باز خدا خواهد نصیب باشد با شما تیرمون نشان میدیم.